27مین فیلم. ببین نه ساعتشه نه روزشه که حالتو بگیرم. خدا امشب به همه حال بده. آقا دامادی؟ من اسمم امیره خانم. امشب امیر خان. شاه امیر. چه ریختی شدم. بچه اگه من امشب ببینن چی میگن؟ بکن کراواتش یادم نکن اینم باز قرض میکردم. دلم برات تنگ شده. یعنی چی؟ خدا این خوشی رو ازت نگه. خدا این خوشی رو ازت نگه. رفیق خوب آقا من امشب عروسیمه. زنگ میزنی حرف نمیزنی قطع میکنی منم میام اینجا دنبالت. چی میخوای بگی حبی؟ نمیگی من امشب دارم عقد میکنم؟ اونم با مرجان که میشناسیش. مرجان خانوم خیلی دلت میخواد خانوم باشه نه؟ نیست. منو نگاه نکن. سفره عقد رو جمعش کن. مرجان قبل از تو حتی وقتی که ادعا میکرد عاشق توه با یه اون یه ناموس دزده. مرد زندار بوده. یا حسین یه شوهر دزده. حتی از اون حامله شده و بچه‌شو انداخته. بیست فیلم. من اصلا نمیتونم باور کنم که از دستت حتی یه قطره یه چیکه نجابت بریزه. باید تا گیریم آخر و اتاق آخر که قبر وام نیستن میگفت شوهرمو میخوام. خدا! نه پولشو نه ورشکستشو. چیه؟ چه وایستاده نگاه میکنین برابه؟ اون اصلش دوست نداره این فیلمو ببینه. قبل از اینکه همه چی رو بدونی درست و کامل بدونی اونایی که گفتن و بشناسی قضاوت نکن. اون زنی که منو ول میکنه برای پول برای قلبت هیچ گوی نمیخوره. فولاد کیمیایی، حمیدرضا افشار، نیکی کریمی، محمد رضا فروتن، حامد بهداد، شقایق فراهانی، اکبر معززی، نگار فروزنده، شبنم درویش، محمد مؤید. امیرکم جونم به این لباسی که تنمه دروغه. به همون لباس عروسیت که قسم خوردی میرم سراغ یارو. بخوام نمیذارم دروغ بگه. خدا کنه دست پر برگرد. محاکمه در خیابان، 27مین فیلم مسئول کیمیایی.